این پایگاه، این فوندامنت شخصیت شما، این فهمش شما است. انسان همون چیز حیاتش میبیارد که فهمشش به زورش رسد. تو از عقلانه عقلش همون چی به فهمش دارد. خانه اگر شما خانه تون بدروید، خانه شما همون خیلی صورت و سیرت دارد که همون چیزهایی هست در خانه شما که همون چی به فهمش شما رسیدگی است. چیزی که فهمشتون نمیرسد و چیزهای شما حیاتتون با آوردن هم نمیتونید، ساختن هم نمیتونید. ما اون روز گفتیم که انا سرحد موفقیت انسان فهمشش عمیق میکند. چقدر فهمش آدم بزرگ شد، همه قدر سرحد انمان وش دور شدن میگرد. سرحد موفقیتش زیاد شده، دور شده رفتن میگرد. بلندیش هم زیاد شده، رفتن میگرد. هر باره که شما در ساحه خودتون موفق میشوید، در ساحه خودتون توانا میشوید، در نزد یار و رفیقتون، در نزد خویشتبارتون، به نسبت آنها ممکن که شما بیشتر درآمد دارید، بیشتر ثروتمند میشید، کمتر آبروتون بسیار میشود. شما گمان میکنید که شما بزرگ شدید، شما گمان میکنید که توانا شدید. در حقیقت این چیز یک حسات خوب میبخشد به شما. نه که وقتی که شما میفهمید که این دستجین شما، این چیزی که شما به دست آوردید، این پتالاک شما، من این پتالاکی که شما دستاور کردگی هستید، برای مردم بزرگ، برای مردم دیگر پول هست. وقتی که شما میفهمید که همین چیزی که شما، اون نقطه بلندی که شما دست همون به برآمده رسیدید، این یک نقطه پسترین همچون پول برای آدمان موفق. ممکن ده ها اتاج از شما آدما، ده ها زینه بالا باشن و ده ها اتاج ها بالا باشن.